هم خوشمزه ترین کیک توت فرنگی رو بهت یاد بدم با یه کرم بی‌نظیر که شک ندارم عاشقش میشی. مواد و نکات رو توی کپشن برات نوشتم. اول کرم خوشمزه‌اش رو آماده می‌کنیم. موادی که توی کپشن نوشتم رو با هم ترکیب می‌کنیم، روی حرارت ملایم مدام هم می‌زنیم تا به غلظتی که می‌بینید برسه. بعد روش تلفن می‌کشیم و کنار می‌ذاریم. حالا میریم سراغ کیک. تخم مرغ، وانیل و شکر رو با همزن خوب هم می‌زنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. حتما حین کار 2 یا 3 بار کاسه رو دورگیری کنید. بعد چیره روغن رو اضافه می‌کنیم، در حد مخلوط شدن هم می‌زنیم و نوبت آرد و بیکینگ پودر که با هم مخلوط کردیم 3 بار الک کردیم و توی 2 یا 3 مرحله به موادمون اضافه می‌کنیم. حالا کف قالب رو کاغذ روغنی میندازیم، حدود 1/3 از مایع کیک رو میریزیم، توت فرنگی خرد شده میذاریم، بعد اما بقیه کیک و کرمی که به این صورتی که می‌بینید روی موادمون پایپ می‌کنیم. میتونید به دلخواه اسلایس توت فرنگی یا حتی پرک بادوم هم روش بذارید. بعد میره توی فر و همچین چیز جذابی رو تحویل میگیرید. من عمدن دوست دارم مایه کیکم خیلی غلیظ نباشه، چون ترکیب اون کرم و توت فرنگی که ته کیک میره یه چیز بی‌نظیر میشه. درست کنید، نوش جونتون. برای آموزش‌های بیشترم پیج رو اگه فالو نداری فالو کن.